خب سلام، وقت بخیر. بنده مجید صفاری هستم، مدرس و طراح برنامه جامع نمونه برداری. تو این کلیپ میخوام در خصوص نحوه عملکرد نرم افزار جامع نمونه برداری در نسخه 15.03 توضیحاتی رو عرض کنم و همینطور به عنوان فایل راهنما برای عزیزانی که نرم افزار رو تهیه میکنن قابل استفاده باشه که تو این کلیپ تک تک ابزارها، استانداردها، نحوه ورود اطلاعات و همینطور سایر مشخصات و ویژگی‌های این نرم افزار به صورت کامل توضیح داده خواهد شد و ممنون میشم تا انتهای کلیپ همراهی بکنید. خب همونطور که مستحضرید و همینطور که کلیپ های بنده و همینطور کلیپ های اختصاصی رو در کانال آپارات و یوتیوب مشاهده کردید، نرم افزار جامع نمونه برداری به اسم CSS 11 ابزار یا 11 استاندارد رو در اختیار شما قرار میده. یعنی میتونید فرایند سامپلینگ و نمونه برداری رو با هر کدوم از 11 تا استانداردی که مشاهده میکنید انجام بدید. تو متغیرهای وصفی استانداردهایی چون زیرو دیفکت، انسی Z1.4، میلیتاری استاندارد 1916، ایزو 2859 و ایزو 28594. تو متغیرهای کمی میلیتاری استاندارد 1916، میلیتاری 414، انسی Z1.9 و ایزو 28594 و همینطور تو متغیرهای پیوسته ایزو 28594 و همینطور میلیتاری استاندارد 1916 مطابق با آخرین ویرایش الزامات خودروسازان تهیه شده و تو آپدیت جدید همه ویژگی ها و قابلیت ها توش موجوده. خب بر اساس الزام هلدینگ داخلیتون یا الزام مشتریتون میتونید از هر کدوم از این ابزارها استانداردها استفاده کنید. برای اولین استاندارد میرید در قسمت متغیرهای وصفی و استاندارد زیرو دیفکت. خب با زدن روی دکمه این استاندارد به پنل محاسباتیش وارد میشیم. خب اینجا باید انباشته، بحر یا هر اسم دیگری که براتون اون محموله اومدره رو وارد میکنید. شماره فنی اون قطعه محصولتون، شماره کالا یا هر اسم دیگر رو میتونید اینجا وارد کنید. اسم قطعه رو اینجا قابلیت ادیت داره. تامین کننده‌ای که براتون اون قطعه رو ارسال کرده، تاریخ ورود اون قطعه یا تاریخ بازرسی شما و همینطور شماره سند یا شماره ردیابی یا هر اسم دیگری که به صورت منحصر به فرد در سازمانتون برای این محموله ثبت میشه. خب برای اینکه ما بخوایم خب مشخصه ها رو وارد بکنیم و همینطور AQL ها رو، اینجا یک دکمه تعبیه شده به اسم طرح کنترل یا CP. میزنیم رو دکمه طرح کنترل، وارد پنل محاسباتی طرح کنترل میشیم. خب اینجا برای دو خودروساز ما طرح کنترل تهیه شده و اگر مشتری غیر از این دو خودروساز دارید میتونید به ما بگید و ما به صورت رایگان براتون شخصی سازی ها رو انجام میدیم و طرح کنترل برای مشتری جدیدتون هم تعبیه میشه. خب ما چون رفته بودیم تو ابزار زیرو دیفکت، پس توی پنل محاسباتی سایپا و در متغیرهای وصفی اینجا میتونید 30 مشخصه وصفی همزمان رو وارد کنید و به صورت تک تک برای هر کدومشون AQL مجزایی رو انتخاب کنید. یعنی مثلا یه قطعه محصولی رو دارید که 4 تا مشخصه وصفی داره، اسماشو میایید اینجا وارد که کردید. مثلا یه قطعه ما داریم که بحث رنگ داره توش، بحث شوره رنگ داره، میای AQLش هم بر اساس توافقی که با مشتری کردی اینجا انتخاب میکنی و اینجا یه دکمه دسترسی سریع هم تعبیه شده که با زدن روی این
دکمه دوباره برمیگردیم به پنل محاسباتی زیرو دیفکت. نگاه کنید اون مشخصاتی که تو طرح کنترل بود و من این قسمتش رو اضافه کردم با AQL 1 اینجا به صورت خودکار در پنل محاسباتی وارد میشه. پس یک بار وارد پنل طرح کنترل میشیم و اسم مشخصه ها و همینطور AQLی که تو طرح کنترلتون قید شده و با مشتری توافق کردید و میایید برای اختصاصی برای تک تکشون وارد بکنید. خب این به چه کاری میاد؟ خب بعضی از مشتری ها یا سازمان ها روی برخی مشخصه ها تأکید بیشتری دارن، براشون اولویت بیشتری داره. مثلا اینجا مشخصه که پلیسه 2 به نسبت مثلا شره رنگ از اهمیت بالاتری برخورداره، پس AQL سخت گیرانه تری رو بهش اختصاص داره. خب بعد از این کار نرم افزار به شما 3 تا عدد میده، میگه که برای بررسی این مشخصه با این AQLی که تعریف کردی شما تو حالت نرمال باید 47 تا سمپل، تو حالت سختگیرانه 34 تا و تو حالت سخت باید 73 تا سمپل برداری. بحث سویچینگ رول ها اینجا مطرح میشه و اگر بخواید از حالت سهل یا سخت استفاده بکنید خیلی راحت نرم افزار به شما هر 3 عدد رو میده. خب در قسمت پایین میگه ریجکت نامبراتو به من بگو. میگه اگه رفتی مشخصه پلیسه رو بررسی کردی بگو که از این 47 تایی که بررسی کردی چند تاش مردود شده، تعدادش رو اینجا برای من بزن. ببینید چون که این استاندارد با سطح نقص 0 پیش میره، بنابراین هر عددی غیر از 0 اینجا تایپ کنی، مثلا من بزنم 3، وضعیت اون مشخصه خاص و در نهایت وضعیت نهایی محموله رو معلوم میکنه. حالا این به چه کارمون میاد؟ تو پنل گزارشگیری خدمتتون عرض میکنم. خب الان مثلا من میگم که من تو بحث ظاهری 2 از 8 تا سمپلی که برداشتم 3 تاش معیوب بوده. خب بقیه هم مثلا تایید بوده. اینجا اومد نتیجه نهایی رو برای من مردود اعلام کرد. اوکی؟ و همینطور وضعیت اون مشخصه خاص. خب اینجا الان ورود داده ما برای این محموله خاص تموم شد و نتیجه محموله معلوم شد. خب حالا میخوایم این اطلاعات رو یه جایی ذخیره داشته باشیم که اگر بعداً 2 ماه بعد، 1 سال بعد، 4 روز بعد میخواستیم یه ریفر بدیم و یه اطلاعاتی از محموله های قبلی رو ببینیم، با زدن روی دکمه سیو همه این اطلاعات 30 مشخصه‌ای که وارد کردیم میشینه تو پنل گزارشگیری ما، یه پنل بسیار کاربردی که همه اون فرایند سامپلینگ رو میاد برای شما اینجا ذخیره میکنه و یک ریویوی کلی از اون قطعه محصول یا اون تامین کننده رو اینجا میتونید شما ببینید. نگاه کن، میگه محموله‌ای که وارد کردیم با این مشخصات بود مردود شده. اینجا خیلی راحت میتونید دلیل مردودیش رو ببینید. نگاه کن، میگه که مشخصه اول تو که اسمش پلیسه 2 بوده رفتی با این AQL بررسی کردی و تعدادش هم 47 تا برداشتی، هیچی مردودی نداشتی. اگه خاطرتون باشه اون تعداد مردودیه عرض کردم اینجا به کار اون میاد. وضعیت مشخصه تایید بوده. ببین دلیل مردودی محموله، پس فهمیدیم مشخصه 2 بوده، یعنی به عنوان مشخصه ظاهری 2 که با AQL 10 بررسی کردیم و 8 تا سمپل برداشتیم 3 تاش مردود شده. وضعیت این مشخصمون مردود شده، بنابراین این باعث مردودی کل محموله شده. ببین خیلی راحت میتونیم دلیل مردودیش رو همینجا بفهمیم. مثلا میگیم تو تاریخ 8/7 یه محمولم از ایران خودرو که اومده با این شماره اسناد، این محمولم مردود شده. من میخوام مثلا 5 تا محموله قبلم دلیلش رو بدونم. میریم ببین اینجا بعد گفته که تو مشخصه 4 که حالا اسمش مثلا کاراکتر 4 هستش رو دلیل مردودی من بوده که رفتم با AQL 4 بررسی کردم، 11 تا سمپل برداشتم،
2 تاش مردود بوده. این خیلی کاربردیه برای اینکه بعداً بخواید بدونید که کدوم مشخصه باعث مردود شدن بوده و چند تا مردود توش پیدا شده. خب تو نگاه اول میتونید خیلی راحت ببینید که مثلا تو این بازه تاریخی چند تا محموله اومده و چند تاش مردود شده، ولی وقتی تعداد محموله ها بره بالا، وقتی بره بالاتر یه مقدار دید و آمارش در لحظه سخت میشه. خب خیلی راحت میتونید بیایید در انتهای کار. اینجا به شما 3-4 تا نمودار بسیار کاربردی میده و تو نمودار اول میگه که ما در مجموع 14 تا محموله وارد سازمان شده یا 14 تا محموله بررسی شده که از این 14 تا 8 تاش تایید شده. خب این 14 تا شامل 6477 تا محموله بوده که 3715 تاش تایید شده. این یه آمار کلی میده از روند این محموله هایی که تا الان بررسی کردیم. اما میخوای ریز بشی تو تأمین کنندت. میگه چی؟ میگه آقا من میخوام تأمین کننده سایپا ما بررسی کنم. خیلی راحت که با کامبوبکسی که اینجا ایجاد کردیم یه نمودار داینامیک ترتمیز به شما میده که بتونی این فرایند سامپلینگ رو یه گزارش خوب بر اساس تأمین کنندت بیایی بگیری. میگه آقا اون قطعه محصولی که اومده تأمین کننده سایپاش تا الان 4 تا محموله برای من ارسال کرده، 2 تاش تایید شده. ریز تعدادیش هم اینجا بهت میده. میگه کل تعدادی که از سایپا اومده 2000 خورده بوده که این تعدادش تایید شده و 1155 تاش هم مردود شده. حالا میخوای فیلتر کنی بر اساس نام قطعه. یا من مثلا میخوام برم پیچ 512 رو بررسی کردم. این پیچ تو این بازه‌ای که من دارم و تو این سوابقی که دارم هم 5 تا محموله از این قطعه محصول که اومده که 4 تاش تایید شده، ریزش هم اینجا بهت میگه. پس 2 تا نمودار داینامیک خوب که میتونی هم بر اساس تأمین کننده و هم بر اساس قطعه محصولت محموله هاتو فیلتر کنی و 2 تا روند کلی رو بهت نمایش میده. دیگه این پنل خیلی راحت میتونه برای فرایند ارزیابی تأمین کنندگانت یا هر فرایند دیگه‌ای که بخوای در لحظه عملکرد اون قطعه محصول و عملکرد اون تأمین کننده رو بهت بگه. خب این شد از ابزار زیرو دیفکت. اما میریم تو ابزار بعدی که برای گروه خودروسازی سایپا هم مطرح شده. ابزار میلیتاری استاندارد 1916 در حالت کمی هستش. خب میزنیم روی این ابزار. محیطی که باز میشه مختص میلیتاری استاندارد 1916 هستش. خب اینجا ما میتونیم تعداد انباشتمون رو اینجا تایپ کنیم، اسم قطعه محصولمون رو، تاریخ ورودمون رو، شماره اسناد یا شماره ردیابی، نام تامین کنندمون. بچه‌ها اینجا استیجی که باید بازرسی رو روش انجام بدید اینجا بهت میگه میخوای فرایند بازرسی یا سامپلینگ تو با حالت استیج نرمال انجام بدی، تو حالت سهل انجام بدی یا تو حالت سخت. بحث همون سویچینگ رول ها که تو این نرم افزار این قابلیت رو داری که بتونی از فرایند سویچینگ رول ها هم استفاده کنی و اینجا هم شماره فنی اون قطعه رو میتونی تایپ کنی. خب ابتدای کار انجام شد و همه مشخصات رو اینجا وارد کردی. همانند صفحه قبلی که استاندارد زیرو بود، برای اینکه ما بخوایم این مشخصات کمی، نامش رو و همینطور سطح تاییدا رو اینجا وارد بکنیم، میریم در پنل طرح کنترل. خب در قسمت سایپا این بار میریم در قسمت متغیرهای کمی یا همون وریبل ها. اینجا میتونی نام مشخصه کمیت رو
به اندازه 30 تا پارامتر وارد کنی، یعنی یه قطعه‌ای که 30 مشخصه کمی همزمان رو برای شما تعیین کردن. اینجا خیلی راحت انتخابش رو انجام میدی و همینطور به صورت جدا AQ سطح تاییداش رو اینجا براش انتخاب میکنیم. مثلا میگیم آقا من میخوام طول رو با سطح مثلا 2 بررسی کنم، یا مثلا میخوام این کاراکتر عرض رو مثلا برم با سطح 5 بررسی کنم، یا حالا به هر شکلی که باشه. دوباره با زدن روی این دکمه‌ای که اینجا تعبیه کردیم برمیگردیم به پنل محاسباتیمون. اما نکته که اینجا مطرحه، خب چون که متغیر ما کمی هستش، ما اومدیم مشخصه رو تو پنل طرح کنترل تایپ کردیم، سطح تایید رو هم تایپ کردیم، ولی خب قاعدتاً یه حد بالا پایین نقشه رو هم باید که به ما داده باشه واحد مهندسیمون، و اونا رو میاییم بر اساس نقشه‌ای که داریم خیلی راحت تو این قسمت USL و LSL ها یا همون حدود بالا و پایین رو میایم تایپ میکنیم و اینجا بازه و خیلی راحت برای تک تک مشخصه ها میای USL و LSL ها رو تایپ میکنیم. یعنی مثلا تو قسمت طول من گفتم که حد بالای من مثلا باید 11 باشه تا 9. حالا توی ضخامت مثلا من گفتم باید 22 باشه تا 20، که این اعداد رو بر اساس نقشه‌ای که دارید یا مستندات کنترلی که دارید قابل تغییره و باید در پنل محاسباتی اینا رو بیاید تغییر بدید. نکنید مثلا من الان میام LSL رو پاک میکنم، اینجا شد از تلورانس 2 طرفه تبدیل شد به تلورانس 1 طرفه و خود نرم افزار میره محاسبات رو بر اساس تلورانس های 1 طرفه انجام میده. خب پس اینجا فهمیدیم که مشخصه ها رو این قسمت و همینطور طرح کنترل ها رو از و همینطور سطح تایید ها رو در پنل طرح کنترل وارد میکنیم، اما USL و LSL ها رو در خود پنل محاسباتی باید به صورت جدا برای همه مشخصه ها وارد کنیم. خب اینجا هم که به ما 3 تا عدد میده، میگه که این بحر رو با این مشخصه و سطح تاییدی که انتخاب کردی اگه میخوای تو حالت نرمال بررسی کنی باید بری 9 تا برداری، تو حالت سخت 14 و تو حالت سخت 18 تا برداری. خب بعد از اینکه رفتی سمپلات رو برداشتی، مثلا میخوای تو حالت نرمال بررسی کنی، میری 9 تا سمپلت رو برمیداری، ابعاد اندازه از طول، وزن یا هر مشخصه‌ای که هست با اون ابزاری که براتون تعریف کردن اندازه هاشو میزنی و به صورت عمودی میای اینجا واردش میکنی. خب ببین فقط کافیه اعداد رو اینجا وارد کنی. به محض وارد کردن آخرین داده نرم افزار میره محاسباتش رو انجام میده و میگه که مشخصه طولی که به من USL و LSL شو دادی و سطح تاییدش رو دادی بر اساس انباشته‌ای که دارم و سمپلایی که تو برداشتی تایید یا رده. نکنید الان وضعیت نهایی محموله مردود شد. برای چی؟ چون مشخصه عرض من با این اعدادی که اینجا وارد کردم و سطح تایید 4 مردود شده. حالا به هر دلیلی مردود شده. نکنید من الان مثلا میخوام این مشخصه طول رو مردود کنم، خب میزنم مثلا 8 تا 99. نکنید این مشخصه هم مردود شد. خب حالا پس ما الان نحوه ورود داده و خروجی گرفتن ازش رو فهمیدیم که آقا به چه نحوی باید USL LSL ها رو تایپ کنیم، بریم تو طرح کنترل مشخصه و سطح تاییدا رو تایپ کنیم و اعداد رو بزنیم، وضعیت اون مشخصه خاص و در نهایت وضعیت نهایی محموله رو بهت میگه. خب اینجا هم من میخوام یک گزارشی از این قطعه محصولم که رفتم سمپلینگش رو انجام دادم بگیرم و یه جا ذخیره کنم، دیگه احتیاجی نباشه که توی فرم دیگه یا توی برگه کاغذی دیگری بیام اینو مثلا دستی یادداشت کنم و به عنوان بایگانی من باشه. خب میام
اینجا بذار من تاریخش رو تغییر بدم و شماره سندش هم تغییر میدم. با زدن روی دکمه سیو همه این اطلاعات میشینه تو پنل محاسباتی دیتابیس ما و اونجا خیلی راحت فرایند سامپلینگ اون قطعه محصول تو اون روز رو میتونید مشاهده کنید. نگاه کنید تاریخ رو کردیم 19 تعداد ما، اسم قطعه، شماره فنی، اسم تامین کننده و شماره اسناد ما میگه مردوده. اینجا وضعیت تک تک مشخصه ها رو بهت میگه مشخصه اولی که رفتی بررسی کردی طول بوده، وضعیتش هم مردود بوده. با سطح 2 رفتی بررسی کردی 9 تا سامپل برداشتی. خب همونطور که مستحضری تو متغیرهای کمی باید داده ها رو هم ذخیره داشته باشید دیگه. اوکی، اینجا تو آپدیت جدید داده ها رو هم اینجا دیگه داری و خیلی راحت ذخیره داده ها رو هم داری و هر وقت بخوای بتونی داده ها رو هم ببینی. مثلا محموله 7 مهر ماه که از شرکت ایران خودرو اومده و مردود شده رو اینجا داری و دلیل مردودیش هم خیلی راحت اینجا میتونی ببینی که ببینید تو کدوم مثلا تو مشخصه سوم که مشخصه وزن بوده رفتی با سطح تایید 1 بررسی کردی 9 تا سامپل برداشتی مردود شده. عددایی هم که مردود یعنی مثلا رفتی وزنشو و گرفتی هم این بالا قابل رویت و قابل برداشته. اما اینجا هم به شما چند تا نمودار کاربردی رو میده. خب همونطور که عرض کردم شاید تو نگاه اول خیلی راحت بتونی تعدادا رو اینجا دراری، مثلا چند تا محموله که اومده یا تایید بوده یا رد بوده رو اینجا بتونی تشخیص بدی. ولی وقتی محموله ها تعدادش میره بالا این تشخیصه یه کوچولو سخت میشه که اینجا میتونی با این 3 تا نموداری که اینجا تعبیه کردم خیلی راحت این فرایند رو بگیری. خب همونطور که تو پنل قبلی هم مشاهده کردید این فرایند بهت میگه تا الان چند تا محموله وارد شده و چند تاش تایید شده و ریز تعداداش هم بهت میگه. این 2 تا کاری با تامین کننده ندارن و میگن که از همه تامین کننده هایی که از این قطعه محصول بهت داده این تعداد وارد سازمانت شده و اینقدر 9000 خوردهش هم تایید شده. اما مقام موافقت بهت میگه که من میخوام بدونم که کدوم سازنده وضعیت بهتری رو در خصوص این قطعه محصول داشته و مثلا چند تا محموله به ریز اونا رو به من بگو. خب اینجا خیلی راحت با نمودار داینامیکی که طراحی کردم خیلی راحت اینجا میتونی دراری. مثلا شرکت ایران خودرو میگه برای من 4 تا محموله ارسال کرده 2 تاش تایید شده، ریز محموله های تعدادایی که به من داده مثلا میگه تا الان 3563 تا از ایران خودرو از این قطعه محصول خاص ما دریافت کردیم که 1600 تاش تایید شده و بقیهش مردود شده. مثلا میخوایم بریم تو تامین کننده بعدی به اسم کروز، میگه 2 تا محموله برای من ارسال کرده 1 دونش تایید شده ولی وضعیت تایید نسبت به مردودش خوبه. اینجا خیلی راحت ریز اطلاعات اون قطعه محصول بر اساس تامین کننده رو میتونی ببینی با استفاده از این نمودار داینامیک. خب این هم از شد میلیتاری استاندارد 1916. اما ابزار بعدی انسی Z1 و 4 هستش که برای مختص متغیرهای وصفی هستش. خب اینجا اندازه انباشتت رو میزنی، سطح تاییداری که توافق کردی با مشتری و همچنین AQL هایی که با مشتری رو بستی رو اینجا بهت میگه. و اینجا چون این استاندارد بر اساس AQL انتخابی امکان داره که سطح نقصش 0 نباشه، به شما اینجا یه عدد اکسپت و ریجکت میده. میگه که 3 تا اگر مردود بود تایید، 4 تا بود مردوده. اینجا میگه که برو چه تعداد سمپلی رو بردار. اینجا میای
مشخصه ها رو اسمش رو اینجا تایپ که کردی و اینجا بگو که مثلا مشخصه اول که رفتی رنگش رو بررسی کردی 8 تا مردود بوده. خب اینجا بهت گفته که وضعیت اون مشخصه مردوده. من اگه این 8 تا رو بذارم 2 باید سبز بشه، به خاطر اینکه اینجا که به من اجازه داده که تا 3 تا مردودی رو هم قبول کنم. این میشه از محاسبات انسی زد 1 و 4. میلیتاری استاندارد 1916 تو حالت وصفی. خب این استاندارد همونطور که مستحضرید هم قابلیت محاسبه تو حالت کمی رو داره، هم وصفی و هم پیوسته. خب اینجا تعداد انباشته رو میزنی، سطح تایید رو اینجا بر اساس سطح تاییدی که با مشتری توافق کردی وارد میکنی. 3 تا عدد اینجا بهت میده تو حالت نرمال، سهل و سخت. اینجا هم باز هم میتونی مثلا اون مشخصه وصفی که قرار بررسیش رو انجام بدی اسمش رو تایپ میکنی و اینجا تعداد ریجکت نامبرها رو بهش میدی. اینجا هم همانند 0 چون با سطح نقص 0 پیش میره، هر عددی غیر از 0 بزنی بهت مردودی رو اعلام میکنه و اینجا هم شخصی سازی هایی که برای اون قطعه محصول داری رو برات انجام میده. اما استاندارد بعدی ایزو 2859 هستش که استاندارد بین المللی هستش که تطابق داره تقریبا با استاندارد امریکایی انسی زد 1 و 4. اینجا هم باز هم میای بحر رو میزنی، سطح تاییدها و همینطور AQL ها رو اینجا تعیین میکنی. اینجا هم به شما میگه که چه تعداد سامپلی رو باید برداری و اکسپت ریجکتار هم اینجا بهت میده. اما استاندارد بعدی ایزو 28594 هستش که اخیراً گروه صنعتی ایران خودرو برای سامپلینگش تعیین کرده. خب پنل محاسباتی این استاندارده، ابتدای کار انباشته رو اینجا بهش میدی، شماره فنی اون قطعه، اسم قطعه، نام تامین کننده‌ای که برات اون قطعه رو ارسال کرده، تاریخ ورودش و همینطور شماره اسنادش. اینجا هم برای وارد کردن نام مشخصا و سطح تایید وارد پنل طرح کنترل میشیم. نگاه کنید اینجا برای ایران خودرو تعبیه شده که اینجا هم قابلیت وارد کردن 30 مشخصه وصفی همزمان رو دارید و میتونید به تک تکش هم سطح تاییدای جدا رو اختصاص بدید. دوباره بک میزنید به پنل محاسباتی، اینجا به شما 3 تا عدد رو به شما میده. اینجا 3 تا عدد رو برای شما تعیین میکنه، یعنی تعداد سامپل تو حالت نرمال، سهل و سخت. اینجا هم میتونید ریجکت نامبرها یا مثلا رفتی رنگ رو بررسی کردی، قرار باید 16 تا تعداد برداری، میگه آقا من رفتم 16 تا سامپل رو برداشتم، هیچی معدودی توش نبوده، ولی مثلا رفتم تو کاراکتر سوم که بررسی کردم یه دونه مثلا توش معدودی بوده. اینجا هم بلا فاصله وضعیت اون مشخصه خاص و وضعیت نهایی محموله رو بهت میگه. پس الان ما وارد کردن اطلاعات تو پنل ایزو 28594 وصفی رو هم یاد گرفتیم. اما اینجا هم یه دیتابیسی رو ما داریم که همه فرایند سامپلینگی که مثلا از چند ماه قبل از ابتدا وارد کردیم رو اینجا در یک نگاه برای ما معلوم میکنه. در این قسمت وضعیت کلی تایید یا رد اون محموله با چه تامین کننده ای اومده، با چه اسنادی و چه تعدادی رو اینجا بهت میگه و این قسمت میاد ریز بررسی مشخصه ها رو این قسمت برات معلوم میکنه. اما اینجا هم 3 تا نمودار کاربردی داریم که تو نمودار اول که به صورت داینامیک هست میتونی وضعیت اون قطعه محصول رو بر اساس تامین کننده‌ای که داری فیلترش رو انجام بدی و یه گزارش خوب به مقام مافوقت بدی و تو نمودارهای بعدی هم این قابلیت رو داری که وضعیت کلی اون قطعه محصول رو در یک نگاه ببینی.
یعنی هر آن چیزی که از فرایند سمپلینگ و گزارش های کاربردی که بخواید تو این برنامه موجوده و همونطور که عرض کردم تو پنل زیرو دیفکت این امکان وجود داره که این نمودار داینامیک بر اساس قطع محصول هم برای شما ترسیم بشه. خب این شد پس از ایزوی 28594 تو حالت وصفی. اما وارد ایزوی 28594 در حالت کمی میشیم. خب اینم پنل محاسباتی این استاندارده. تو این قسمت باز هم اطلاعات اولیه داده محصولمون یا محمولمون رو اینجا تایپ میکنیم، اسم قطعمون، انباشته‌ای که داریم، تاریخی که اومده و شماره اسناد ما و شماره فنی و استیجی که میخوایم سهل و سخت گیرانه بودنش رو بررسی کنیم. اینجا هم برای وارد کردن مشخصات و سطح تایید وارد پنل طرح کنترل میشیم و میایم در قسمت واریبل های ایزو 28594. اینجا مثلا من میخوام تو وضعیت سومم برم ضخامت رو بررسی کنم و اونم با سطح تایید 2. خب اینجا میزنم و نگاه کنید اون اسم اون مشخصه که تعیین کردم و سطح تاییدش اینجا اومده. اما همانند میلیتاری 1916 تو حالت کمی USL و LSL هاشو خودم باید اینجا تایپ کنم بر اساس اطلاعاتی که تو مستندات کنترلیم مطرح شده. پس USL و LSL ها به صورت جداگانه باید در پنل محاسباتی متغیرهای کمی وارد بشه. اینجا هم وضعیت تک تک مشخصه ها 30 تا مشخصه اینجا برای شما تعبیه کردیم که بتونید فرایند سامپلینگ رو با این استاندارد مشاهده کنید و وضعیت نهایی محموله رو اینجا بهت میگه. خب با زدن باز هم روی دکمه سیو یه گزارش خوب و ترتمیز از فرایند سامپلینگ این قطعه محصولم بهت میده تو این پنل. اینجا هم تو این قسمت یه گزارش کلی و تو قسمت‌های بعدی ریز تایید یا رد مشخصه ها، اسمشون، با چه سطح تاییدی رفتی بررسی کردی، چه تعداد سمپل برداشتی، ریز سمپل ها رو هم اینجا بهت میده که بتونی بعداً به صورت بایگانی ازش استفاده کنی. اینجا هم فیلترینگ بر اساس نام تامین کننده وجود داره که مثلا داشبورد تاراری که ما از ایران خودرو تایید کردیم تا حالا 5 تا محموله ازش گرفتیم، 2 تاش فقط تایید شده و ریز این 2 تا محموله و 5 تا محموله رو اینجا بهت میده. مثلا بعدی من میگم آقا من رفتم از CSS خریدم، یه محموله آورده و همش هم تایید شده و اینجا هم وضعیت ریز وضعیت کلی اون محموله ها رو هم بهت میگه. پس توی ایزو 28594 هم یه گزارش خیلی خوب از فرایند سامپلینگ رو داری به نحوی که همونطور که عرض کردم دیگه احتیاجی به ورود داده یا به عنوان چک لیست دیگری در و وارد کردنش در برگه دیگه یا فرم دیگری رو نداری و هر آن چیزی که از فرایند سامپلینگ بخوای تو این پنل گزارش برات موجوده. اما اینجا یه گزارش دیگر رو هم میتونی بگیری. نگاه کن اینجا با زدن روی این دکمه‌ای که اینجا تعبیه شده یه گزارش کلی از یه قطعه محصولی که هم وضعیت وصفی داره و هم وضعیت کمی داره رو به شما میده که هر جفتش رو مثلا رفتی با ایزو 28594 بررسی کردیم. مثلا یه قطعه‌ای که داشتیم که هم وضعیت وصفی داشته هم کمی رو اینجا بهت میگه میگه مثلا تو این تاریخ وارد شده، این تعداد بوده، اسمش این بوده، با این تامین کننده میگه وضعیت وصفیش اوکی بوده ولی وضعیت کمیش مردود بوده. میخواستی ریز گزارش کمیشو ببینی میزنی رو این
و میری در قسمت ریز گزارش‌های کمی و اگه بخوای ریز وصفی رو بخوای میای در این قسمت، یعنی دکمه‌های دسترسی کامل براتون اینجا تعبیه شده. اما دو تا فرم دیگر هم تو این پنل تعریف کردیم. یه فرمی به اسم فرم نهایی یا چکلیست نهایی. این قسمت علاوه بر فرایند سامپلینگ به شما یه چکلیست کلی رو به شما میده که میگه که مثلا این قطعه محصول در نهایت تایید یا رده. این قسمت که خب بحث اطلاعات هستش که به صورت خودکار از پنل 28594 کمی خونده میشه. میگه اینجا بگو که مثلا بازرسی که بررسی کرده با چه شماره پرسنلی بوده یا با چه کدی بوده، وضعیت وصفیشو خودش میره از پنل وصفی میخونه، وضعیت کمی رو هم از پنل کمی خودش میخونه. وضعیت بسته بندی رو باید بریم تو این فرم. میگه آقا تو این فرم به من بگو وضعیت بسته بندی قطعه تایید یا رده. میگه تعداد در بسته رو مثلا رفتی مطابق طرح بسته بندی بازرسی کردی، بگو تایید یا رده. نوع پالتی که باید بهت میداده مطابق طرح بسته بندی بوده یا خیر. الساق لیبلی که تو باید انجام، حالا واحد تولید یا هر واحد دیگری باید انجام میداده، این کار انجام داده یا خیر. و پوشش بگو که بسته بندید مثلا پوشش پلاستیکی بوده، مقوا بوده، پالت بوده. این موارد رو من به صورت پیشفرض آوردم و اگر که تو سازمانتون هر موردی باشه اینجا میتونی که به ما بگید و بنده در نرم افزار اعمال میکنم به صورت شخصی. اینجا میاد وضعیت نهایی بسته بندی رو بر اساس این آیتمایی که من آوردم تعیین میکنه و این وضعیت میشینه تو فرم نهایی من. ولی میگه وضعیت نهایی محموله مردوده. به چه دلیل؟ چون که این قطعه وضعیت وصفیش یعنی سامپلینگ وصفیش مردود بوده، بنابراین وضعیت نهایی محموله هم مردوده. از این فرم هم میتونی یک خروجی PDF خوب بگیری. اما استاندارد بعدی میلیتاری استاندارد 414 هستش که برای متغیرهای کمی استفاده میشه. اینجا باز هم تعداد انباشتت رو تو میتونی تو بزنی، سطح تایید رو میتونی اینجا انتخاب بکنی. اینجا برای چی الان با قرمز شد؟ به خاطر اینکه اینجا نرم افزار بر اساس تعداد سامپلی که اینجا باید بدی خطا ناپذیر شده و گفته که اینجا بهت من گفتم 10 تا ولی این اعدادی که اینجا وارد کردی بیشتر از 10 تا بوده. ناکن من اگه بقیه‌اش رو پاک کنم اون اروره باید برطرف بشه. ناکنید برطرف شده و وضعیت محموله رو هم اینجا برای من تعیین کرد. من یه نکته‌ای که یادم رفت تو پنل 1916 و ایزوی 28594 بحث ترسیم داده هاست. اینجا با زدن روی این دکمه ترسیم نمودار رو برات بر اساس وضعیت اون داده هایی که به هر مشخص دادی برات انجام میده، یعنی پراکندگی داده ها رو اینجا بهت میده. همین آیتم در پنل ایزو 28594 کمی هم موجوده که با زدن روی این قسمت وضعیت پراکندگی تک تک مشخصه ها رو بر اساس نمونه هایی که برداشتی و ابعاد و اندازه شو زدی اینجا برات مشخص میکنه. ابزار بعدی انسی Z1.9 هستش که میتونید از این استاندارد هم برای متغیرهای کمی استفاده کنید. باز هم تو این قسمت شخصی سازی ها رو میتونید تایپ کنید و همینطور اسم مشخصاتون رو، وضعیتشون رو و همین. خب تو این استاندارد ما علاوه بر سطح تایید باید AQL رو هم با مشتری توافق کنیم و در پنل محاسباتی وارد کنیم. باز هم USL و LSL ها رو به صورت مجزا باید خودمون تو پنل محاسباتی
وارد کنیم که بعد از وارد کردنش اینجا به ما میگه که مثلا محموله تایید یا رد. نکن الان من اینجا یه عددی رو که دادم که این مشخصه رو مردود کرد و وضعیت نهایی محموله رو هم مردود کرد. اینجا هم با زدن روی این قسمت به ما میگه که وضعیت پراکندگی داده ها به چه شکلی خواهد بود. اما میریم در قسمت متغیرهای پیوسته و دو استانداردی که اینجا براش تعریف کردیم، ایزو 28594 و همینطور میلیتاری استاندارد 1916 در حالت پیوسته. اینجا ابتدا انباشتمون رو بهش میدیم، سطح تاییدی که با مشتری توافق کردیم. اینجا بهت میگه که از این تعداد اگر به این قلم قطعه منطبق رسیدی دیگه احتیاجی به بازرسی همه محموله نداری و باید این عدد رو با بازرسیش رو انجام بدی برای بحث متغیرهای پیوسته. و تو این قسمت هم بحث سویچینگ رول ها رو میاد مطرح میکنه و اگر بخوای از حالت سهل یا سختش استفاده بکنی خیلی راحت اینجا بهت اعدادش رو میده. به همین ترتیب در میلیتاری 1916 هم در متغیرهای پیوسته این قابلیت رو داری که بتونی از این نرم افزار استفاده کنی. خب توضیحات کاملی در خصوص نحوه استفاده از این نرم افزار داده شد و به صورت اختصاصی همه ابزارها و استانداردها رو هم به صورت جداگانه توضیحاتش در کانال آپارات موجوده و همینطور در کانال یوتیوب. و اگر مثلا بخواید که در خصوص فقط استانداردهای مختص گروه سایپا پیش برید به صورت مجزا توضیحاتش داده شده، یا مثلا بخواید از پنل های استانداردی که گروه صنعتی ایران خودرو تعیین کردن استفاده بکنید، اون هم کلیپش به صورت مجزا تهیه شده و میتونید نحوه عملکردش رو از اون طریق هم ببینید. این استاندارد به صورت کاملا خطا ناپذیر و کاربرپسند و همینطور با قابلیت‌های جدیدی که بهش اضافه شده میتونه همه نیازتون رو برای فرایند سامپلینگ پوشش بده. خیلی متشکرم و هر سوال دیگری که بود بنده در خدمتتون هستم و اطلاعات بنده در این قسمت موجوده و همینطور تو پنل راهنمای کاربر هم نحوه حالا اسم این دکمه ها و کلیت ها و همینطور لینک راهنمای استفاده از نرم افزار رو هم میتونید اینجا ببینید. این نرم افزار در بیش از 40 شرکت و هلدینگ های بزرگ استقرار داده شده که همگی آدیت های شخص دوم و آدیت های شخص 3 یعنی IATF و 9001 رو پاس کرده که این خود گواه بر تایید بودن نرم افزاره. بسیار متشکرم.